یک لغت دیگری هست ابسولوتیزم که ما گرفتار و همین بدبختی ابسولوتیزم هستیم. ابسولوت یعنی به طور مطلق. وقتی میگیم ابسولوت الکل یعنی الکل 100%، البته الکل 100% وجود نداره، 99 ابسولوتیزم. و بدترین گرفتاری که در ذهنیت انسان وارد شده است همین دوگم و ابسولوتیزمی است که دین وارد میکنه و ما هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردیدی، کوچکترین تردیدی و شکی نداریم و ابسولوتلی معتقد هستیم که هر چی در این مثلا کتاب آمده است همش فرمایشات الله مدین است، اینها کل حقایق جهان در اینجاست و از این بهتر هیچی نبوده است و بیرون از این هم حقایقی نیست، لا رب ولا یا مثل الله فی کتاب مبین. این نماینده حماقت انسان است که تصور کنیم بیرون از یک کتاب هیچ حقیقتی نیست و هرچند نگاه میکنیم هیچ حقیقتی هم پیدا نمی کنیم در این کتاب، اما باز معتقد هستیم این ابسولوتیزمه. یعنی ما ابسولوتی معتقد هستیم که این یک حقیقت مطلق و ابسولوت هست و حاضر نیست در باب این شک کنیم، تردید کنیم، کنکاش کنیم، بحث کنیم. اساساً این حق رو ما نداریم. ابسولوتیزم. حالا میخوام خدمت شما عرض کنم که دوران نکبت و ادبار اروپا به لحاظ علمی بعد از بسته شدن مکاتب اسکندریه حدود قرن 4 و 5 شروع شده تا رنسانس. حدود 1000 سالی اروپایی ها در سیاهی تاریکی بودن، اما از عصر رنسانس به قول ما ایرانی ها آغاز شده. آدمای بزرگ پیدا شدن در هنر، در مجسمه‌سازی، در نقاشی، در ادبیات، در علم شروع شد. مثلا 600 سال پیش شروع شد شیوه تفکر جدید تا رسید به زندگی مدرن و عصر جدید و علم و تکنولوژی و غیره و اینا. دوره ادبار نکبت مسلمانان عرض کنن 1500 ساله و تمامی ندارد. نشانه هایی درش نیست که عرض کنن که قرار است اصلاحی بشود در دین، قرار است که من نمیدونم که نقضی بشود در این ارتباط، قرار است که به این قوانین عقب افتاده عرض کنن که کنار بره، قرار است چوب و چماق و دست بریدن و شلاق زدن و عرض کنن دختر 9 ساله گرفتن و اینها رو ما اندکی شک بکنیم، اندکی تردید بکنیم، فکر کنیم که اینها عقب افتاده هستن. خیر، خداوند تبارک و تعالی اینها رو داده زیر بغل جبرئیل و اینها رو فرستاده است به مدینه و این مدینه عرض شود که شده است که محل توجه الله و تمام قواعد و قانون بشری برای همیشه لا یتغیر الا تبلد باقی مونده است. تمام جوامع جهان باید برگردن به این فقط آدم احمق همچین چیزی رو ممکنه فکر بکنه که کوچکترین شکی که آقا این برگ فروشی چیز خوبی نیست. برگ فروشی مغایرت دارد با کرامت انسان. حتی اون کسی که برگ فروشی میکنه باید خجالت بکشه، یعنی ننگی هم بس برای اون. هیچ شکی نمیکنه. این آخوندها رو ببینید که عرض کنند که این عمامه ها رو بستن نشستن اونجا که نگهبان این ابسولوتیسم داستان دین باشن. این دوگم عرض کنند که مطلق اندیشی در این ارتباط. حالا چون نیست‌بنگریم تمام هیچ کدام این قضایا ابجکتیو نیست، یعنی حقیقی نیستن، اینا نظر هستن، همش مغالطه است. اینا رو کی آورده؟ جبرئیل آورده بود. کجا، کو، چگونه آورده بود، کدوم جبرئیل، چی شد این جبرئیل، یعنی چه جبرئیل آورده، چقدر غلطه، پس چقدر اشتباهه و چقدر عقب مونده است. هیچ شکی نمید. شلاق زدن نمیدانم برکت 40 سال بارندگی دارد. آخه این از کجا آوردی آخوند؟ این چه حرفیست تو میزنی مردک؟ آخه یعنی چی شلاق زدن؟ خر هم شلاق نمیشه زد. اینها همه قضایای عرض کنند که سابجکتیو هست، یعنی اینا بستگی به عواطف و احساسات ما دارد و ممکن است هیچ حقیقتی در اینها نباشد. عرض کردم کسی که شک نکند در مطلب، در مطالب جهان، این حکم همون اسب عصاری رو دارد که باش روغن میکشن. در چشمی و نگیگیش نشه. یک سنگ بزرگی است که از کنند کنجد میگیرن، سنگ عظیمی هم هست، این در یک محفری میچرخونه روغن میگیره.
کار مقلد یعنی همین مقلدی که این سو نگاه نکنه ببینه آقا چه خبر سر اون خرمن چه میگذره، چرا ما اینقدر گرفتار هستیم، چرا من اینقدر درد میکشم، چرا من اینقدر حس زندانی بودن دارم، چرا اینقدر من میترسم، چرا شبا راحت نمیخوابم، چرا به آیندم اینقدر تردید دارم. خداوند تبارک و تعالی اینا رو گفته است. اینا حالا که چیز هست ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، چه روی هم داره. حالا میخواد دنیا حسنه بشود آخرتش هم حسنه بشود. و چه کردی تو که دنیا حسنه بشود؟ تو که دائم سر نمازی، یک ماه هم که سینه میزنی بعد بقیه‌اش هم برای باقر رو نمیدونم کی و اینها که مردن و نمیدونم کشتن اینها سینه میزنی، تعطیلی 6 ماه سال تعطیلی، بقیه‌اش هم کار نمیکنی. میخواد دنیا حسنه برای چی بشود؟ حسنه روزگار اون ژاپنی بدبخت روزی 10 ساعت کار میکنه، حسنه روزگار اون آلمانی است. دنیا حسنه. حالا این 4 تا بشکه نفتم بخور و قنوت به من ببینیم، حالا بعدم حالا داستان گیلاخانه باسد اشکالی نداره. دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. این مش مزخرفات چه حسنه ای آقا جان؟ مگه میشه همچین چیزی؟ انسان مدرن که نمیتونه هر دم ساعت کارش تعطیل کنه، بیست جلو و راست بشه مقابل الله مدینه؟ میسر نیست، اساسا نمیشه چنین چیزی. دنیا حسنه آخرت حسنه. یه دوستی رفته بود ایران، برگشته بود نگاه خسته شدم، رفتم بالا دیدم پدرم سر نماز، اومدم پایین مادرم سر نماز، دوباره برگشتم پدر دلار راست میشه. میگم آقا دست بردارین چقدر آخه هیچ منتظر مردن هستن، فشار قبر اینها و حسنه. ولی نیایش عیبی نداره بابا، آدما نیایش میکنن، هر کسی احتیاج داره به یک نیایشی، یک سکوتی، یک خلوتی، یک تمرکزی، اما اینکه نشد داستان که آخه 24 ساعت طالب دنیای حسنه و آخرت حسنه هم هستن. حالا چیکار کردی تو که دنیا حسنه بشه؟ این غربی‌ها بارها عرض کردن این گلتر اختراع نکرده بودن، جهان اسلام رو همون جونوران موزی کوچولو برداشته بودن، کاری نکرده. این داستان این ملت این مردم چه کردن؟ آقا ببینیم کانتریبیوشن اینا چی بوده، چیکار کردن. اما حق فقط پیش ماست. همه دنیا در عالم در جای قید و زلال معتبر هستن، فقط ما هستیم الحمدلله رب العالمین که حقیقت در دست ماست و خداوند تبارک و تعالی که آمد پای ترازو همه را به جهنم واژگون میکنه غیر از ما، اونم فقط ما شیعیان. بقیه که اصلا کارشان خراب است، این اهل تسنن که یک سره به درکات جهنم سرنگونشان میکنه. میگوید چرا؟ بلا کافر هستن، کفار هستن. یا آقا 93-4% این پیروان این آیین سنی هستن. این چیزی نیست که 94%ش کفار هستن. جوابی نداره بدن. برو بل اون آقا تو هم چی؟ از این کتاب های سنی خواندی